میگیری. خب برای توی پیران اول یعنی با سرسینه بخارش میدیم. یقه پیران به این حالت درست میشه. وسط یقه کناراش پیران رو به خودمون میگیریم و پشت داستیم. در زدو پشت آستین قرار میگیره. به این حالت درست میشه. برمیگردونیم روی آستین رو درست میکنیم. اینجا ها رو با دست میگیریم میکشیم که زیر این قرار نگیره و باز نگیری که پلیسی نشه. آستین اتو شده این بر بزنیم. آستین بعدی اول باید مثل اینکه پشت آستین میزنیم. اول باز همونجور در زدون پشت آستین قرار میگیره. برمیگردونیم روی آستین رو هم دوباره اتو میزنیم. جلو پیران پشت به صورت ضربه دری میکنیم. گوشه ها را کامل بگیریم. اگر احیانا جای دکمه خراب بود میتونیم اینجا برگردیم دوباره اینجا میکشیم جای دکمه صاف بشه و برمیداریم. این حالا بعد از میگه کردن هم یک چکش میکنیم.